من زهرا و میخوام چیزی از ته دلم بهتون بگم و همینجوری میکاپ کنم. گاهی نگاه ها و حرفا یه چیزای پشتشه که ما همینجوری متوجه نمیشیم. مثلا بعضیا از همون دارن تقلید میکنن، یعنی اینکه اون شخص از تو خوشش اومده ولی نمیخواد تو بفهمی. توی جمعای خیلی کوچیک یا بزرگ بعضیا تلاش میکنن که تو رو کوچیکت کنن، به خاطر اینکه نقاط قوتی که تو داری نقطه ضعف اوناست و نمیتونن مثل تو باشن. پس شروع میکنن به کوچیک کردن توی جمع و تو رو کوچیکت میکنن چون نمیتونن مثل تو باشن. اگه تو توی کارت، توی زندگیت، توی تحصیلت، توی هر مرحله از زندگیت به یه موفقیتی برسی، اونا شروع میکنن به ترسیدن از تو چون تو داری روش. اگه دقت کنی توی جمع‌های خیلی کوچیک یا جمع‌های خیلی بزرگ گاهی وقتا بعضی شروع میکنن به مسخره کردن تو و تو رو کوچیک نشون دادن. فکر میکنن اینجوری خودشون. اگه تو یه استوری بذاری میبینی که اون استوریت 100 تا 200 تا ویو میخوره تو این اینستاگرام، اما اگه همونو پستش کنی میبینی 30 تا 40 تا ویو. بگم که خیلی ها منتظر نشستن که کم آوردن تو رو ببینن. پس کم نیار و همینجوری پرقدرت ادامه بده. به خدا دوستتون دارم. چوس.